افسانه‌های جالب، قصه‌های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان‌های افسانه‌ها در برنامه خواب شیرین برای بچه‌های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان. سلام شیرین کنی بیبی. اینک باز وقتی افسانه خوانی آمد. شما آماده؟ امشب من برایتون از کتاب افسانه های خلق تاجیک یک افسانه خیلی عجایبی دختری دانا را میخوانم. آماده؟ اینک مرحمت. در کدام یک زمانی، در کدام یک مکانی بود، نبود، یک پادشاه بود و یک وزیر بود. وزیر دختری نازنینی داشت، ماهی تابان، سروی روان، مرچمیان، آرامی جان. پادشاه بار او را دید و عاشق شد و صبر و قرار را از دست داد. بسیار سعی کرد و خود را به دست گرفته نتوانسته، ناعلاج به خانه وزیر خواستگار فرستاد. خواستگاران آمدند و به وزیر گفتند پادشاه عالم میخواهند داماد شما باشند. مبارک باد این شرفی بزرگ شما را. وزیر حیران شد و ضیق شد و به خود پیچید. آخر سن پادشاه به 70 رسیده و دختری او نو به سن 16 قدم مانده بود. از روی عدالت نیست که او دختر 16 سالش را به پیری 70 ساله دهد. دختر پدرش را غمگین و هراسان دیده گفت ای پدری بزرگوار، شما را سرخم و غمگین میبینم، سببش چیست؟ وزیر آهی سرد از دل پردرد کشیده گفت زمین سخت و آسمان بلند دخترم، مشکل به سرم آمد، نمیدانم چی کار کنم. چی مشکل؟ پرسید دختر. گپ زنید پدر، هر درد دوای دارد و هر مشکل علاجه. وزیر گفت پادشاه عقلش را خورده است، میخواهد تو را به زنی گیرد. دختر گفت خاطر جمع باشد، به خواستگاران پادشاه گویید که پیش من بیاید. وزیر پیش پادشاه رفته خواهش دخترش را به او رساند. پادشاه قبول کرد. خواستگارها به پیش دختر آمدند. دختر گفت میخواهم قلینم را بگویم. قلینی من 20 گرگ، 30 بوقه، 60 تکه اخته، 70 دانه غوزه پخته. این قلین به نظر خواستگارها هیچ نمود. آنها شادی کنان پیش پادشاه آمده گفتند که دختر راضی شد و قلین دختر را یک نام بر کردند. پادشاه خواستگاران را جواب داد و خود به اندیشه رفت. هرچی نباشد آخر او پادشاه مردی کهنسال روزگار دیده بود. فهمید که دختر به او جوابی تلخی گفته است. جوانی 20 ساله مثل گرگ هوشیار و چقان و چالاک و ناترس می شود. جوان مرد 30 ساله به مثل بوقه مست است. مردی که به 60 قدم ماند مثل تکه اخته بی غیرت و بی پروا است. همین که به 70 رسید پخته بر این شده می ماند. تو که به 70 رسیده ای به چی کار می آیی؟ پادشاه از گفته دختر همین معنی را برآورد و آتشین شده و پسرش را پیشش خوانده گفت پسرم، دختر وزیر در حق من تقصیر جانگداز را روا دانست. میخواهم که از این دختر شطاح بی اندیشه انتقام مرا گیری.
پس از سری من او را به زر بخر و با شمشاد زده کش. من بعدی آن که از این دختر نیقار میگیری میتوانم آرام در گور بخوابم. 70 و 70 میگویند. بعدی چند وقت پادشاه چشم از جهان پوشید و پسر به تخت نشست. پیش از همه التماس پدر را اجرا کردنی شده به نزد وزیر خواستگار فرستاد. وزیر باز به تهلکه افتاد و میدانست که شاهزاده چی نیت در دل دارد. وزیر به دخترش گفت: شوربخت بوده ای دخترم. خطرناک است خواستگاران پادشاه تو را نابود کردن میخواهد. تو فرزندی یک و یگانه ای من. اگر به تو آسیبی برسد من به مرگم رضا میشوم. غم نخورید پدر، گفت دختر. من میدونم چی کار کنم. با پادشاه گوید که اسباب تو را تیار کردن گیرد. وزیر پیش پادشاه رفت و گفت که دخترش راضی تو را پیش گیرد. پادشاه در فکر تشکیل تو شد. دختری وزیر باشد در فکری به سلامت بردن جانش بود. با واسطه دوگانه های قرینش استای چوب تراش را به خانهش آورده فرمود که از چوب هیکل تراشند که به او مانند باشد. چنین هیکل آماده شد. با آن لباسی عروسی پوشاندند و شب نیکا از دو بازویش داشته برده در پسی چملیق شناندند. بعد داماد پادشاه را به پیش عروسش در آوردند. پادشاه در آمدن زمان با شمشیر به سری دختری وزیر زد. سر دو پاره شد. هیکل به زمین افتاد. پادشاه این حال را دیده از دل گذراند که نابود کردن دختر کاری آسان نیست. دختر خیلی زیرک است و قادر است هر دفعه خود را خلاص کند. در سری این فکر به آن سبب که وصیت پدرش را اجرا کرده نمیتواند و این چنین به سبب خاک خوردن تیرش سخت غمگین شد. دختر را استاکارانه مسخره کرد. برای این دختر باید جزایش را بیند. فکر کرد پادشاه پگاهی خسته به دختری وزیر نامه نوشت که برای چند سال از پای تخت برآمده می رود. تا برگشتن من تو باید یک پسر تولد کنی که 100% به من مانند باشد. یک صندوق را با طلا پر کرده با قلفش مهر زده می روم، از آن طرزی که طلا گیری که مهرش بیجا نشود و ضرر نبیند و یک بیتل و یک ماده سگ را به اختیارت مانده می روم. کاری می کنی که آنها نیز بیزایند و تایچه و سگچه 100% به مادرشان مانند باشد. برگشته بینم که فرموده های مرا اجرا نکردی، سر از تنت جدا میکنم. دختر برابر به دستش رسیدنی نامه رخت سفر بست و با کسی چیزی نفهمانده بیتل و ماده سگی به اختیار او مانده پادشاه را با خود گرفته از شهر برآمده رفت. او خیلی زیرک بود. تخمین کرد که پادشاه به استراحتگاهی پدرش رفته است. مشغول شکار و عیش و عشرت است. اثر ضربه او را از دلش برآوردن می‌خواهد. رفت در شفت استراحتگاهی سبز و خرم که از آنجا خوانش مرغکان خوشلحان شب و روز به گوش و نسیم مشک آمیز به مشام می‌رسد. چادر زد. پادشاه آمده قطار چادرهای رنگارنگی در شفت استراحتگاهی پدرش پیدا شده را دیده شورید و به ندیمانش گفت: رفته بینید چی کسی جرأت کرده است که آنجا به اجازتی من خیمه برداشته است. دختر ندیمان پادشاه را با عزت و اکرام پیشواز گرفته با آنها گفت:
من دختری اسماپری هستم. اینجا از پس کوهی قاف آمدم. اگر پادشاهی معظم زید نباشند در این منزل خوش آب و هوا 2-3 روز استراحت کرده می روم. ندیمان پادشاه برگشته این گپ را به پادشاه گفتند و سخنان یکدیگر را بریده با شوق و هیجان دختر را صفت کردند. بچه های عزیز، شما قسم اولی افسانه دختری دانا را شنیدید. قسم دوم این افسانه را پگاه می شنوید. افسانه های جالب، قصه های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان های افسانه های در برنامه خواب شیرین برای بچه های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان. شیرین برام